او مردی بود قوی هیکل و بسیار نیرومند، مردی که در زمستان و تابستان یک لباس معمولی به تن می‌کرد و در سرمای شدید پا برهنه بر روی زمین‌های یخزده گام برمی‌داشت. در حالی که همه از شدت سرما لباس‌های ضخیم به تن می‌کردند، فقط یک زیرپوش ساده می‌پوشید. در خوردن غذا و انواع نوشیدنی‌های مجاز و غیر مجاز به شدت پارسامنش بود، اما میتونست بدون اینکه حالش خراب بشه مقدار زیادی مشروب بخوره و تعادلش رو هم از دست نده. روایت کردند که از همون سنین نوجوانی پیام‌هایی از عالم غیب یا سروش دریافت می‌کرده و دارای حالات خلسه‌وار بوده. میگن گاهن تا یک روز تمام هم توی همون حال باقی میمونده. این حالات احتمالاً به سبب تمرکز شدید ذهن بر یک مسئله براش اتفاق می‌افتاده. کتابی ننوشت، ولی شاگردانش تمام مباحثات او را در چندین رساله جمع‌آوری کردند. مرگ او بسیار تراژیک بود. اون کسی نیست مگر سقراط که به بیان اون رو پدر فلسفه غرب معرفی کردن. در سال 470 قبل از میلاد به دنیا اومد و چون مرگ اون رو در حوالی 70 سالگی تشخیص دادن، باید در حدودای سال 399 قبل از میلاد فوت کرده باشه. سلام، اینجا فیلفوسه، جایی که تلاش میکنیم فلسفه رو برای شما ساده کنیم. هنگامی که سقراط 20 ساله بود، نوعی دگردیسی یا تغییر وضعیت در نظام فلسفه یونانی ایجاد شده بود. تا قبل از این دوره نظام فلسفی فلاسفه یونانی بیشتر بر جهانشناسی و کسب شناخت و معرفت در باب جهان و هستی استوار بود. ولی در دوره جوانی سقراط نظام فلسفی ایونیان به سمت خودشناسی تغییر گرایش داد. تئوفراستوس نقل کرده که سقراط در ابتدای جوانی عضوی از نهله‌ای بود موسوم به آناکساگوراس در آتن، ولی بعد از مدتی از آرا و عقاید اون دچار یأس شد. به سبب ناامیدی از نظرات مختلف فلسفی که سقراط رو سرگردان کرده بود، ذهن اون ناگهان از عبارتی که در اون آناکساگوراس از عقل به عنوان علت قانون و نظم موجود در طبیعت سخن گفته بود روشن شد. سقراط که از این عبارت به وجد میاد، به مطالعه فلسفه آناکساگوراس پرداخت، با این امید که بشه بر اساس آراء آناکساگوراس تبیین کرد که عقل چگونه در جهان میتونه نظم رو به بهترین وجه برقرار کنه. ولی در حقیقت اون چه عملاً از سقراط از آناکساگوراس دریافت این بود که آناکساگوراس عقل رو صرفاً بیان حرکت چرخشی و گردبادی معرفی کرده. این ناامیدی سقراط رو در مسیر تحقیق قرار داد و فلسفه طبیعی رو رها کرد. سقراط کارگاهی از هواداران و شرکای فکری خودش داشت، ولی برخلاف سنت موجود آموزش در اون روزگار، از اونها حق و تدریس دریافت نمی‌کرد و رابطه اون با شاگردانش بیشتر مبتنی بر گونه‌ای از رابطه مرید و مرادی بود. در دوره‌ای از زندگی خودش به فلسفه طبیعی گرایش پیدا کرد، ولی با تغییر وجه نظری از فلسفه طبیعی این پیام رو به تاریخ داد که هیچگاه چنین موضعی نداشته. تغییر وجه نظری سقراط که باعث دگرگونی قطعی اون به فیلسوف طنزگوی اخلاقی شد، ظاهراً به سبب حادثه مشهور سروش دلفی بوده. در روایت فلسفی آوردن که خرفان دوست صمیمی سقراط از هاتف غیبی یا سروش عالم غیب پرسید که آیا انسان زنده‌ای هست که خردمندتر از سقراط باشه؟ و پاسخ شنید که نه. این رویداد سقراط رو به فکر انداخت و به این نتیجه رسید که منظور سروش غیبی این بوده که اون خردمندترین انسان چون به جهل خودش آگاهی داره، و سپس این رسالت رو احساس کرد که در جستجوی حقیقت ثابت، یعنی حکمت راستین، بیفته و به هر انسانی که به اون گوش بده کمک کنه. تعالیم سقراط به سبب اینکه از خودش آثاری مکتوب به جا نمیگذاره و به فیلسوف شفاهی لقب میگیره، راهی برای ما نمیگذاره تا شناخت خودمون را از اون مبتنی کنیم بر آثاری که گزنوفون در یادنامه و ضیافت، محاوره افلاطون و اظهارات گوناگون ارسطو، همچنین نمایشنامه ابرها اثر اریستوفانس درباره اون به رشته تحقیق درآوردن. در این آثار چهره‌های گوناگونی از سقراط به نمایش درآوردند و به ابعاد مختلف نظام فلسفی اون اشاره کردند. مثلا کسی که شناخت خودش را از سقراط
معطوف کنه به گزنوفون، احتمالاً سقراط رو مردی میبینه که علاقه اصلیش ساختن آدمیان و شهروندان خوب بوده و با مسائل منطقی و مابعدالطبیعی سر و کار نداشته. یعنی در تعالیم اون سقراط رو معلم اخلاق توده مردم میبینه. یا اینکه اگر کسی تنها به سراغ آثار ذکر شده از افلاطون درباره سقراط بره، اون رو مردی میبینه که در بالاترین درجه از مابعدالطبیعه قرار داره، مردی که رفتار روزمره اون رو قانع نمیکنه، بلکه در صدد هست تا فلسفه متعالی که با نظریه جهان مابعدالطبیعه یا صور افلاطونی یگانه هست رو پایه‌ریزی کنه. و شاید این بعد از شخصیت سقراط و تعالیم استاد بود که بعدها در شاگردش افلاطون اسباب به وجود اومدن نظریه مثل افلاطونی رو پایه‌ریزی کرد و به شکلی بشه گفت قائمه های نظریه ایدئالیسم افلاطونی بر پایه آرا و عقاید سقراط و یا در تفسیر این بعد از شخصیت فلسفی سقراط در نزد شاگردش افلاطون بود که بنا نهاده شد. توجه گزنوفون، افلاطون و ارسطو به ابعاد گوناگون نظام فلسفی سقراط باعث شده که از اون یک شخصیت چند بعدی برای ما به تصویر کشیده بشه که در عین این که به تعبیر ارسطو اون رو فردی عقل گرا یا به تعبیر نوتر آنتلکتوئل یا عقلی مذهب بدونیم، ولی بنا به تفسیر گزنوفون سقراط رو مردی صاحب اراده اخلاقی هم در نظر بگیریم. از طرفی سقراط معرفی شده از طرف افلاطون رو مردی ببینیم که دستاویز عقاید افلاطون قرار گرفته و آرا و عقاید افلاطون در دهان اون قرار داده شدن تا افلاطون بهتر بتونه نظریه های فلسفی خودش رو بیان و یا تبیین کنه. در مجموع در باب تقابل و تضادی که بین تفاسیر مختلف از شخصیت فلسفی و کاراکتر فکری سقراط وجود داره، باید به این ضرب المثل قدیمی توجه داشته باشیم که هر آنچه دریافت می شود بر طبق ظرفیت دریابنده دریافت خواهد شد. ارسطو شاگرد افلاطون و سقراط معتقد بود دو پیشرفت در علم وجود داره که میتونیم اونها رو به سقراط نسبت بدیم، که یکی استدلال استقرایی یا روشی از تفکر منطقی که مجموعه مشاهدات و اطلاعات تجربی رو برای رسیدن به نتیجه مورد نظر تلفیق میکنه و دیگری تعاریف کلی هستند. این گفته ارسطو ناظر به وضعیتی است که در اون سقراط کلیات یا تعاریف رو دارای وجودی جداگانه ندونست، برخلاف گروهی از پیشینیان او که به جداسازی تعاریف و کلیات معتقد بودند و وجودی جداگانه و مجزا برای اونها قائل بودند. بنا به این باور سقراط با تعاریف کلی سر و کار داشت و هدفش این بود تا به مفاهیم کلی دست پیدا بکنه. پیش از اون سوفسطاییان بودند که به نظریه نسبیت معتقد بودند و اون امری رو که دارای اعتبار ضروری و کلی هست رو منکر شدند. اما سقراط به این حقیقت توجه کرد که مفاهیم کلی یکسان باقی میمونند، یعنی معتقد بود که مفهوم کلی یکسان باقی میمونه ولی جزئیات ممکنه دچار تغییر بشن، لیکن تعریف همیشه ثابت هست. تلاش میکنم این موضوع رو با مثالی براتون ساده سازی کنم. تعریف ارسطو از انسان این بود که انسان حیوان ناطق یا عاقل هست، اما انسان‌ها در مواهب یا استعدادهای خودشون متفاوت هستند. بعضی دارای استعدادهای عقلی سرشارند و برخی دیگه اینچنین نیستند و ممکنه دارای قوای احساسی سرشار باشند و از بهره قوای عقلی کمتری برخوردار باشند. بعضی انسان‌ها ممکنه نیندیشیده تسلیم غریزه و انگیزه زودگذر بشن و برخی از افراد ممکنه از بکار بردن آزادانه خردشون برخوردار نباشن. اما تمامی حیوانات و موجودات دارای موهبت عقل هستند، خواه این موهبت رو عملاً به کار ببرن یا خیر، و خواه بتونن اون رو آزادانه مورد استفاده قرار بدن یا به علت نقص عضو از وجود اون منع شده باشند، اما در نهایت انسان محسوب میشن. در نهایت تعریف انسان درباره اونها صادقه و این ثبات در تعریف برای همه اونها معتبر و پابرجا است. لازمه در ادامه توضیح بدیم که در منطق سقراط مفهوم کلی یا همون تعریف با چیزی ثابت و پایدار به ما معرفی میشه که به واسطه داشتن خصائص و ویژگی‌های مشخص که از غریزه ثبات برخوردار هستند از دنیای جزئیات فانی مشخص و قابل تفکیک میباشند. فی‌المثل اگر همه آدم‌ها از عرصه وجود محو بشن، تعریف انسان به عنوان حیوان ناطق ثابت و پایدار میمونه. یا مثلا وقتی که ما از برخی از اشیاء به اشیاء زیبا تعبیر میکنیم،
ممکنه تعریف ما از زیبایی دستخوش گونه‌ای از نسبیت باشه، به این معنا که اون امری که از نظر ما زیبا جلوه میکنه در نظر دیگه‌ای و یا در برهه‌ای دیگه از زندگی میتونه زیبا نباشه، ولی هر موقع از زیبایی صحبت میکنیم و یا گروهی از اشیاء رو زیبا تعریف میکنیم، این بدان معنا هست که یک مقیاس کلی به نام زیبایی وجود داره. در این ویدیو به زندگی نامه سقراط و برخی از مفاهیم کلیدی دستگاه فلسفی اون پرداختیم. در ویدیوی بعد جنبه‌های دیگه‌ای از نظام فلسفی اون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم.